من امروز میخوام دوخت زیپ به در جیب رو بهتون آموزش بدم که برای انواع کاپشن و پافر کاربرد داره به این صورت. خب ببینین این الان قسمت جلوی پافر منه که میخوام بهش زیپ بدوزم به در جیبش. این اگر قسمت رو باشه ببینین این تکه اندازه در جیب رو من علامت زدم روش و سمت روی کار. وقتی سمت روی کار علامت میزنم میام اینجوری یه نوار زیپ رو من به اندازه 1 سانت بیشتر دهانه به اصطلاح زیپ رو نمیخوام که باشه، یعنی عرضش 1 سانت باشه و طولش هم 15. ببینین یه نوار آماده میکنم، یه نوار 5 سانتی که طولش هم از هر طرف 2 سانت، مثلا این 19 سانت نوارم طولش و عرضش هم 5 سانته. خب به این صورت آمادش میکنم و سوزن میزنم روی نوار به روی پافرم. به این صورت با سوزن فیکسش میکنم و حالا برمیگردم از قسمت پشت کار. ببینید قسمت پشت کار من یه مستطیل 1 سانتی یعنی عرض 1 سانت و طول 15 سانت رو اینجا با خودکار کشیدم، علامت زدم با خودکار حرارتی. حالا این رو شروع میکنم دور تا دورش رو به دوختن. شروع کارتون یعنی تو این قسمت شروع مستطیل سعی کنید که دوختتون ریز باشه. خب بعد از اینکه دوختم این خطی که توی قسمت وسط مستطیل کشیدم تقریبا 1 سانت مونده به انتهای کار، اینجوری مثلثی علامتش میزنم به این صورت و این رو شروع میکنم به چیدن به این صورت. کنج کار رو به این صورت مثلثی میچینم. دقت کنین این باید تا انتها قشنگ چرت بخوره ولی بیشتر نریم، یه موقع خارج نشین از دوختتون. خب وقتی اینو چیدم این رو برمیگردونم به اون سمت به این صورت و این رو اتو میزنم برمیگردم خدمتتون. خب دوستان ببینید من این رو به این صورت اتو زدم. حالا زیپ رو من یه زیپ بلندتر دارم چون زیپ 20 سانتی نداشتم،
یه زیپ 60 سانتی رو از وسط نصف کردم و اضافهشم به اصطلاح از دو طرف رد میکنم. یعنی زیپ رو اینجوری میذارم از هر طرف، مثلا از هر طرف 7-8 سانت اضافه داره، اینجوری میذارم زیر کار طوری که دندانه های زیپ کاملا وسط کارم قرار بگیره. از هر دو طرف از رو میزونش میکنم و شروع میکنم این رو با سوزن از این کنارا به فیکس کردن. یک سمتش رو ابتدا یک سمتش رو فیکس میکنم. خب وقتی فیکس کردم یک سمتش رو، این رو برمیگردونم. ببینید برمیگردونم از پشت کار زیپ رو به این تکه پارچم فیکس میکنم، یعنی میدوزمش. از انتهای انتها میتونیم بدوزیم، ولی چون فعلا سوزن و مزاحمه، من فعلا فقط یه دوخت روی این نوار کناری میرم که اینا فقط زیپم اینجا یک سمتش فیکس بشه. خب بعد از اینکه یک سمت زیپم فیکس شد، ببینید هنوز اینجا من کار دارم. خب میام زیپم رو باز میکنم که این موتور زیپم، سر زیپم این سمت باشه، این سمت قرار بگیره و میبندمش تا بالا انتهای کار که اینجا میشه. خب حالا میام این سمت زیپ رو هم فیکس میکنم. خب این سمتم باز همون کار رو انجام میدم. میام فعلا به صورت موقت زیپ رو به این پارچه زیریش فیکس میکنم. خب بعد از اینکه این کار رو انجام دادم، ببینید فعلا کار من فیکس شد، ولی هنوز ادامه داره. توی این مرحله اگر شما مایل باشین که روی کارتون دوخت بخوره، میتونین یه دوخت نیش دور تا دور این زیپ برین، دیگه کار دیگه انجام ندین. وقتی دوخت رو رفتین بعد کیسه جیب رو بدوزین. ولی اگر که نمیخواین که روی کار دوخت بخوره، البته خب ما معمولا روی پافر و کاپشن روی این جنس ها دوخت داریم، میتونیم اینجا هم دوخت بزنیم به راحتی، ولی اگر نخواستیم که دوخت بخوره، کارم رو من برمیگردونم، اضافه زیپ رو میچینم. خب ببینید دوستان، این سمت رو که برمیگردونم، این مثلثی که چیده بودم باید روی این مثلثیه رو بدوزم، منتها دندونه های زیپ مزاحمه. ببینید چجوری عمل میکنم. من شروع میکنم میدوزم، سرقاینی میزنم،
اینجا موتور زیپ رو من باز کنم، بیارمش پایین. خب وقتی اینجا میرسم به دندانه های زیپ، ببینید با توپی زیپ دونه دونه شروع میکنم دوختن. روی کارمو از لابلای دندانه ها عبور میکنه و بعد دوباره انتهاش رو سرقاله میزنم. خب یک سمتش رو دوختم، این سمتش دوخته شد، برمیگردونم این سمت کارم، باز به همین صورت بین این مثلثیه رو میگیرم یه کمی به این صورت، خیلی نمیکشم، فقط کامل بیرون باشه. قبلش سرقاینی میزنم به مثلثیه که رسیدم، چون میره روی دندانه های زیپ. با توپی وقتی حرکت میدین از لابلای دندانه ها عبور میکنه، دیگه سوزنتون نمیشکنه. اگه اونجوری بدوزین سوزنتون میشکنه. خب من این سمتش هم دوختم. خب حالا گفتم خدمتتون یا اینجا دوخت تزئینی برین، یا اگه دوخت تزئینی نخواستین ببینید اینجا لبه کار البته خیلی تمیز و خوب هست، بعضیا میتونن همینجوری بذارن، ولی اگه بخواین که کامل فیکس بشه از این لبه باید برگردونین و پایه رو یک طرفه کنین. من الان پایه رو یک طرفه میکنم و باز مجدد بهتون نشون میدم که کجا رو یه دور دیگه میدوزم. خب من پایه رو عوض کردم. ببینید از پشت کار کجا رو میدوزم؟ پایه من جهتش به این بره. ببینید اون مستطیلی که اول دوخته بودم، یعنی نیم سانت این سمت دارم، ببینید این اضافه درس اینجا نیم سانت این بر دارم، نیم سانت اون بر. ببینید روی اون دوخت مستطیل اولم رو دقیقاً روی اون دوخت رو یه دور میدوزم، منتها چون زیپ مزاحمه باید حتما با پایه یک طرفه بدوزیم. خب ببینید به این شکل موتور زیپ رو اول میارم پایین که گیر نکنه. از اینجا دقیقاً شروع میکنم روی دوخت قبلیمو، حتی 1 میل اون سمت اون طرفترم میتونیم بدوزیم. ببین وقتی رسیدیم به موتور زیپ یک کمی سوزن رو بیاریم بالا، از کار نیاریم کامل بیرون. موتور زیپ رو دوباره ببریم کنار، پایه رو بلند کنیم، دوباره پایه رو بذاریم و ادامه بدیم. ببینید فرقش با این سمت، اینجا کار من کامل فیکس شد. الان این سمت کارم به همون صورت. بعد بهتون میگم که کیسه ها رو چجوری بدوزیم. خب حالا کیسه های جیب رو ببینید، 2 تا کیسه آماده کردم. من کیسه که به سمت از پشت به سمت بالای جیب میخوام بدوزم یه 2 سانت بلندتره. ببینید به این صورت وقتی میزنم رو هم 2 سانت بلندتره. اون بلندتره رو به این صورت میذارم بالا و سوزن میزنم. این کوتاه‌تره رو میذارم تو قسمت پایین، دقیقاً روبروی این، و با سوزن فیکس میکنم. البته چون دیده نشه دوختمون وقتی باز میشه باید به این سمت بذاریم.
خب من کیسه ها رو شروع کنم به دوختن و انتهای کار رو بهتون نشون میدم. خب دخترها ببینید، من کیسه جیب رو گذاشتم، یکی رو پایینیه رو به این سمت ببریم که وقتی برمیگرده این قسمت دوخت رو، یعنی ببینید دوخت دیده نباشه. بالایی‌ها هم همینجوری بذاریم که باز وقتی زیپ باز میشه، یعنی از اون سمت که باز میشه اینجا دوختی نداشته باشیم. این قسمت رو یه اتو بزنیم. بعد از اینکه اتو زدیم اینا رو میاریم رو هم و کیسه جیب رو پایینش رو میدوزیم. این کار چون آستری میشه من نیازی ندارم که این قسمت رو پاک دوزی کنم. اگر آستری نمیشد پاک دوزی داشت، ولی چون آستری میشه کار دیگه نیازی به پاک دوزی نداره. امیدوارم که آموزش براتون مفید بوده باشه. لطفاً با لایک و کامنت منو حمایت کنین. خدا نگهدار.